به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و خیلی جدید شروع میکنیم. کتاب هویت مغز شما. چرا هر مغزی متفاوت است و چگونه مغز خودتان را بهتر بشناسید؟ نویسنده شانتل پرات و میلاد رستگاری‌فرد هم این کتاب رو ترجمه کرده. خلاصه از این کتاب رو من برای شما میخونم. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون بیاد و حتما واسه خودتون تهیه کنید و این کتاب رو تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید. هویت مغز شما. چرا هر مغزی متفاوت است و چگونه مغز خودتان را بهتر بشناسید؟ کتاب هویت مغز شما نوشته شانتل پرات، عصبشناس برجسته دانشگاه واشنگتن، یک اثر علمی و میان رشته‌ای است که دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز مغز انسان را از دیدگاه علوم اعصاب به شیوه‌ای نو و جذاب به تصویر می‌کشد. این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا مغز هر فرد به طرز منحصر به فردی عمل می‌کند و چگونه می‌توان با درک بهتر ویژگی‌های مغزی، عملکرد ذهنی و حتی عاطفی خود را بهبود بخشید. این کتاب با ترکیب تحقیقات علمی پیشرفته و رویکردهای عملی به شما کمک می‌کند تا نه تنها مغز خود را بهتر بشناسید، بلکه درک کنید که چرا هر مغز به گونه‌ای متفاوت از مغزهای دیگر عمل می‌کند. پرات به طور ویژه بر روی تفاوت‌های مغزی در زمینه‌های مختلفی چون حافظه، تصمیم‌گیری، یادگیری و کنترل احساسات متمرکز است. به عنوان مثال، او توضیح می‌دهد که چرا برخی افراد در مواقع استرس‌آور به راحتی می‌توانند خود را کنترل کنند، در حالی که دیگران دچار اضطراب شدید می‌شوند. این تفاوت‌ها ناشی از فعالیت‌های متفاوت در نواحی خاصی از مغز است که تحت تأثیر عواملی چون تجربیات زندگی، محیط و حتی ژنتیک قرار دارند. پرات با استفاده از مثال‌های واقعی و آزمایش‌های علمی نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی چون حافظه، تمرکز، احساسات و توانایی‌های شناختی تا چه حد از مغزی به مغز دیگر متفاوت است و این تفاوت‌ها چه نقشی در شکل‌گیری شخصیت‌ها و رفتارهای ما دارند. در نهایت هویت مغز شما نه تنها یک کتاب علمی است، بلکه راهنمایی‌های عملی برای فهم بهتر مغز شما و بهبود عملکرد آن است. پرات به خوانندگان نشان می‌دهد که با درک تفاوت‌های مغزی خود می‌توانند استراتژی‌های شخصی سازی شده ای را برای بهبود توانایی‌های شناختی، تقویت حافظه، افزایش تمرکز و بهبود سلامت روانی اتخاذ کنند. این کتاب به ویژه برای کسانی که در جستجوی راه‌هایی برای مدیریت بهتر استرس و افزایش کارایی ذهنی خود هستند، منبعی ارزشمند است. نشر سایلاب کتاب هویت مغز شما اثر شانتل پرات را نخستین بار در کشور به عنوان 36مین عنوان مجموعه مطالعات میان رشته‌ای و در قالب یکی از کتاب‌های کتابخانه جهان مغز خود منتشر کرده است. شانتل پرات، عصبشناس برجسته دانشگاه واشنگتن، در این کتاب ما را به یک ماجراجویی هیجان‌انگیز در مغز انسان می‌برد که حقایق شگفت‌انگیزی را در مورد علوم اعصاب آشکار می‌کند. او تصور ما از دسته‌بندی‌های معمول در مورد مغز را تغییر داده و توجه ما را به آن دسته از تفاوت‌های مغز افراد جلب می‌کند که هر یک از ما را خاص و متمایز می‌سازد. شانتل پرات با سبک خاص و هوشمندانه خود ما را به گشت و گذار در دنیای تفاوت‌های میان مغزهای افراد
مختلف میبرد. او با استفاده از نمونه‌های ملموس و آزمون‌های مختلف به شما نشان می‌دهد که چگونه نقاط قوت و ضعف مغز خود را شناسایی کنید و یاد بگیرید در ذهن افرادی که مغزشان شبیه شما نیست چه می‌گذرد. در بخش‌های مختلف کتاب اهم از تمرکز، پیمایش و اتصال در می‌یابیم که چگونه مغزهایی که مهندسی متفاوتی دارند مسیرهای متفاوتی را برای اولویت بندی اطلاعات استفاده و از تجربیات پیشین خود و برقراری ارتباط با دیگران طی می‌کنند. در حالی که دانشمندان دیگر بر نحوه عملکرد مغز در افراد عادی تمرکز می‌کنند، پرات بر این باور است که تمرکز بیش از حد ما روی مشترکات حرکت ما به سوی درک چیزهایی که هر یک از ما را منحصر به فرد و خاص کرده کند می‌کند. تحقیقات پیشتازانه او در این حوزه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته حقیقت را آشکار می‌کنند. هرگز دو مغز را نمی‌توانید پیدا کنید که در عین همه پیچیدگی‌هایشان شبیه هم باشند. آگاهی از تفاوت‌های فردی در عملکرد مغز برای داشتن تعریفی مناسب از آنچه عادی است ضروری می‌نماید. سخنانی مانند اینکه من اینگونه ساخته شده‌ام به وضوح به این واقعیت اشاره می‌کنند که مغزهایی که ما مسئولیت هدایت، آموزش، پرورش و تربیتشان را بر عهده داریم به طرز شگفت‌انگیزی متمایز هستند. فهم این موضوع به درک مجموعه گسترده‌ای از پدیده‌ها کمک می‌کند. از اینکه یادگیری زبان دوم در بزرگسالی تا چه حد برای یک فرد راحت است تا اینکه آیا هر فرد در مواجهه با اطلاعات جدید احساس کنجکاوی می‌کند یا تهدید. مطالعه این کتاب برای درک درست خود و دیگران ضروری است. هر مغزی واقعاً منحصر به فرد است. بیشتر شما تا حدودی می‌دانید که تفکرات، احساسات و رفتارهای منحصر به فرد شما با نحوه عملکرد خاص مغز شما مرتبط هستند. اما اکثریت قریب به اتفاق کتاب‌های موجود در حوزه علوم اعصاب یک نسخه را برای همه می‌پیچند. رویکردی که بیش از یک قرن بر این حوزه سایه انداخته است. اما راستش را بخواهید، نسخه هایی که برای همه نوشته شده‌اند معمولاً به درد هیچ کس نمی‌خورند. همه ما یکسان عمل نمی‌کنیم، به این دلیل که هر یک از ما از مغز متفاوتی برخورداریم. این کتاب از اینکه نحوه کار مغز بیشتر افراد را توصیف کند تا به شما امکان دهد درک بهتری از نحوه عملکرد مغز خود داشته باشید، پا را فراتر می‌گذارد. شاید کلیشه‌ای به نظر بیاید، اما هر مغزی واقعاً منحصر به فرد است. حتی دو قلوهای همسان که در بدو تولد به هم چسبیده‌اند، مغزهای متفاوتی دارند. ممکن است کمی تعجب‌آور باشد، اما برخی از تفاوت‌ها در مغز انسان‌های سالم می‌تواند تأثیرات عمیقی بر نحوه عملکرد آنها داشته باشد. هیچ مغزی همیشه بهتر یا بدتر نیست. کتاب شانتل پرات مملو از مجموعه‌ای از ارزیابی‌هایی است که به شما کمک می‌کنند تا درک بهتری از نحوه طراحی مغز خود پیدا کنید. اگر مبحث مهندسی معکوس مغز را در کتاب مطالعه کنید، در خواهید یافت که هر کدام از این ویژگی‌های خاص مغز چه هزینه‌ها و مزیت‌هایی را با خود به همراه دارند. منطق این کار آنجا روشن می‌شود که در نظر بگیرید تکامل چقدر برای از بین بردن طراحی‌های مغزی که برای هیچ کس و در هر شرایطی کاربرد ندارند زحمت کشیده است. مسلماً در مواجهه با یک مشکل خاص، یک نوع مغز ممکن است بهتر از دیگری عمل کند، اما تقریباً همیشه موقعیت دیگری وجود دارد که در آن مغز دیگر برتر خواهد بود. به عبارت دیگر، تلاش برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه نوع طراحی مغزی بهترین است، به نوعی مانند تلاش برای تصمیم گیری در مورد این است که
هوندا سیویک بهتر است یا سوبارو اوتبک؟ مطمئناً من در این مورد نظر شخص خودم را دارم، اما در حقیقت آنها دو خودروی متفاوت هستند که برای رفع نیازهای متفاوت طراحی شده‌اند. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام بهتر است تا حدود زیادی به کاری بستگی دارد که شما از ماشینتان انتظار دارید انجام دهد. امیدوارم وقتی می‌خواهید به نحوه عملکرد مغز خود پی ببرید این موضوع را در ذهن داشته باشید. این کتاب درباره برنده شدن در یک مسابقه نیست و بیشتر به نحوه پیدا کردن مسیر برای هر کس می‌پردازد. تفاوت‌های اندک مغزی تغییرات بسیار بزرگ را پدید می‌آورند. اکنون انتهای دیگر طیف را در نظر بگیرید. تفاوت بین زندگی ذهنی انسان‌ها و شامپانزه‌ها که نزدیکترین خویشاوندان زنده ما در میان حیوانات هستند. همانطور که می‌دانید مغز ما به طرز چشمگیری شبیه مغز شامپانزه است و نقشه‌های دی&ای مغز انسان و شامپانزه تقریباً 95% با هم همپوشانی دارند. اما همین تفاوت 5% تأثیراتی بر عملکرد من دارد که من را قادر می‌سازد با استفاده از یک سری نماد کتابی بنویسم که شما می‌توانید آن را بخوانید و بفهمید در حالی که شامپانزه‌های وحشی هنوز بخش زیادی از روز خود را صرف یافتن غذا و نظافت یکدیگر می‌کنند تا پیوندهای اجتماعی خود را قوی‌تر کنند. در این مقایسه می‌توانید متوجه شوید که وقتی صحبت از رابطه بین ذهن و مغز می‌شود، تفاوت‌های کوچک می‌تواند تغییرات بزرگ را رقم بزند. اما از آنجایی که شما هرگز تجربه این که یک شامپانزه باشید را نداشته‌اید، در اینجا چند نمونه دیگر آمدند که این شباهت‌ها را برجسته می‌کنند. آیا طرز فکر، احساس و رفتارتان در دوران نوجوانی را به خاطر دارید؟ مغزی که اکنون شما را در زندگیتان هدایت می‌کند، هنوز وصله و پینه‌های به جای مانده از آن دوران را به همراه دارد. تغییرات عصبی که در طول زندگی شما اتفاق می‌افتند نیز می‌توانند عواقب جدی به دنبال داشته باشند. برای اینکه این تغییرات را به شکل ظریف‌تری درک کنید، احساس خود در اول صبح را با حسی که آخر شب دارید مقایسه کنید. بخش اول این کتاب به این می‌پردازد که چگونه مغز هر فرد برای او خط داستانی مخصوصی را ایجاد می‌کند، در شرایطی که حقیقت بنیادین او با دیگران مشترک است. در این بخش از کتاب من به برخی از ویژگی‌های زیست‌شناختی اشاره خواهم کرد که نحوه تولید روایت از سوی مغز را شکل می‌دهند. این روایت‌ها به نوبه خود واقعیتی که فرد تجربه می‌کند را خلق می‌کنند و این تجربیات تشکیل دهنده واقعیت فردی هر نفر هستند. در مبحث تحت عنوان نامتوازن به این خواهیم پرداخت که چگونه دو نیمکره مغز روایت‌های متفاوتی درباره آنچه در جهان می‌گذرد ارائه می‌کنند و اینکه چگونه این تفاوت به ایجاد شخصیت‌های متنوع در افراد منجر می‌شود. مثلا چپ دست بودن چه چیزی در مورد نحوه مشاهده جهان توسط دو نیمکره مغز به ما می‌گوید؟ افسانه رایجی وجود دارد که افراد را به دو گروه راست مغز و چپ مغز تقسیم می‌کند و در این فصل سعی خواهیم داشت حقیقتی که در پس این افسانه نهفته است را شرح دهیم. سپس به فصل ترکیب شناسی می‌رسیم و در مورد نقش‌هایی صحبت می‌کنیم که هر کدام از اجزای دستگاه عصبی ما در سیستم ارتباطی مغز بر عهده دارند. اگر می‌خواهید بدانید برونگرا بودن چه وجه اشتراکی با یک فنجان قهوه یا چای دارد، این فصل می‌تواند برای شما جالب باشد. در نهایت و در فصل تحت عنوان همگام به این می‌پردازیم که چگونه مغز با بکارگیری ریتم‌های عصبی سیگنال‌هایی که در آن واحد در حال حرکت در سرتان هستند را
هماهنگ و همسو می کند. در این فصل خواهید آموخت که برخی از این سیگنال ها توان بیشتری نسبت به دیگر سیگنال ها دارند. همچنین با بحث در مورد طراحی مغز توضیح خواهم داد که چگونه هر مغز ریتم های عصبی متفاوتی را به دیگری ترجیح می دهد و همین تفاوت ها موجب می شوند مغز شما مدل سازی متفاوتی از جهان بیرون برای شما ایجاد کند. به تبع آن روایت هایی که مغز با در کنار هم قرار دادن داده های پیشین برای شما می سازد با دیگران متفاوت خواهد بود. فصول مختلف این کتاب در کنار هم تصویر جامعی از اینکه مغز چگونه روایت مخصوص شما را می سازد ارائه می دهند. برایان لوین در مقاله در باب حافظه زندگی نامه‌ای و خویشتن می نویسد: یک راوی خوب کسی است که مکان، شخصیت‌ها، سرگذشت آنها، خط داستانی و آثار همه اینها را مانند تار و پود یک قالیچه نفیس در هم بیامیزد. و چه راوی بهتر از مغز؟ هدف بخش پیش رو این است که نشان دهد چگونه مشخصه های طراحی مغز فرآیندهای مرتبط با راویگری آن را شکل می‌دهند. اکنون این احتمال را در نظر بگیرید که تفاوت در سطح پایه دوپامین بین مغز دو فرد مختلف ممکن است از تفاوتی که یکی از آنها قبل و بعد از نوشیدن یک فنجان کافئین صبحگاهی احساس می‌کند بیشتر باشد. وضعیت مغزی یک فرد ممکن است تازه بعد از نوشیدن یک شات اسپرسو شبیه وضعیت پایه‌ای فرد دیگر باشد و وضعیت مغزی پایه یک نفر در اول صبح قبل از نوشیدن قهوه یا چای ممکن است برای یک نفر دیگر معادل حالت نشئگی باشد. بخش دوم کتاب هویت مغز شما در مورد کارکردهای مغزی صحبت می‌کند. در واقع نیمه دوم این کتاب کلاً در مورد زندگی کردن و یاد گرفتن در خلال آن است. از تصمیمات روزمره مثل زاویه مناسب برای چرخاندن سر دوچرخه در سرعت‌های مختلف گرفته تا تصمیمات بزرگتر مثل فهمیدن اینکه کدام تصمیم لذت یا درد بیشتری را در زندگی برای شما به دنبال دارد. مغز شما در تک تک لحظات در حال کلنجار رفتن با الگوریتم‌های پیچیده برای حل مسئله و تصمیم گیری است و البته که هر مغزی به شکل متفاوتی این کار را انجام می‌دهد. به عنوان مثال، یکی از مهمترین وظایف مغز شما این است که بفهمد کدام یک از هزاران داده‌ای که در هر لحظه وارد می‌شوند مهمتر است. در بخش بعدی تحت عنوان تمرکز بحث ما این خواهد بود که چگونه طراحی‌های مختلف مغز و انواع مختلف اطلاعاتی که توجهشان را جلب می‌کنند مرتبط هستند. خواهید دید که این موضوع تأثیرات جدی بر نحوه عملکرد مغزتان می‌گذارد. سپس در بخش موسوم به سازگاری خواهیم دید که این لحظات عبرت‌آموز دقیقاً چه شکلی هستند. حتما بسیاری از شما می‌دانید که روش یادگیریتان چگونه است، اما اکثر چیزهایی که ما در زندگی یاد می‌گیریم نه در کتاب‌ها نوشته شده‌اند و نه در کلاس درس آموزش داده می‌شوند. در واقع هر تجربه زیسته مغز شما را تغییر می‌دهد و نتیجه این می‌شود که مغز خود را به گونه‌ای مجهز می‌کند که در محیطی که در آن قرار گرفته عملکرد مناسبی داشته باشد. و فکر کنم اگر بدانید مغز شما چه چیزی را یک تجربه تلقی می‌کند غافلگیر خواهید شد. در نهایت این تجربه ها نحوه دیدن جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و نحوه درک افراد یا موقعیت هایی که تجربه زیادی در مقابله با آنها نداریم را در ما شکل می‌دهند. به طور کلی دلیل اینکه مغز شما اینقدر تلاش می‌کند
تا با محیط اطراف سازگار شود و یاد بگیرد که باید روی چه چیزی تمرکز کند، این است که می‌خواهد تصمیمات درستی بگیرد. در بخش تحت عنوان هدایت می‌آموزید که مدارهای دوپامینی که در بخش ترکیب شناسی با آنها آشنا شدید، نقش مهمی در کمک به افراد برای فهمیدن پیامدهای اعمالشان ایفا می‌کنند. اما برخی مدارهای موازی در مغز روند تصمیم گیری را به روش‌های متفاوتی به پیش می‌برند و یک پیامد خاص می‌تواند تأثیر متفاوتی بر یک شخص نسبت به شخص دیگر داشته باشد. به عنوان مثال، من بعد از چند تجربه موفق در بازی روی راه‌پله‌ها می‌توانم بگویم که راه‌پله‌ها می‌توانند تجربه‌های هیجان‌انگیز زیادی را هم برای ما ایجاد کنند. همچنین به این خواهیم پرداخت که ما چگونه از خاطرات برای ساخت نقشه‌هایی از دانشمان در مورد جهان و جایگاه خودمان در آن استفاده می‌کنیم. ما برای این کار به قابلیت قدرتمند داستان‌سرایی مغزمان تأکید می‌کنیم که الگوها را پیدا کرده و با استفاده از این الگوها، مکان‌ها و رویدادهای موجود در تجربیات ما را به شکل معناداری به هم مرتبط می‌کنند. اما چه می‌شود اگر قابلیت‌های هدایتی شما دچار مشکل شوند؟ چه می‌شود اگر آن اتفاقی که بر اثر تجربه فکر می‌کنید می‌افتد رخ ندهد؟ اگر در محیطی قرار بگیرید که با آن سازگار نشده‌اید و ندانید که باید چه کنید چه؟ در بخش کاوش به فرایندهای مغزی می‌پردازیم که به وقوع کنجکاوی و رفتارهای دیگری منجر می‌شوند که مغز را قادر می‌سازند تا کمبودها در دانش خود را برطرف کند. اما مغز چگونه تصمیم می‌گیرد که آیا در آن گوشه‌های تاریک خطری پنهان شده است یا خیر؟ در هر موقعیت کاملا ناشناخته‌ای همیشه این امکان وجود دارد که بتوان چیز جدید یا به درد بخوری یاد گرفت، یا ممکن است به چیزی بر بخوریم که از نظر جسمی یا روحی برای ما آزاردهنده هستند. در ادامه خواهیم گفت که هم تفاوت‌های ثابت و هم تفاوت‌های متغیری دخیل هستند که تعیین می‌کنند یک مغز تا چه حد اراده لازم برای پذیرفتن ریسک‌ها و کاوش در نواحی ناشناخته را دارد. آخرین موضوعی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت، یکی از مقوله‌هایی است که هرگز نمی‌توانیم آن را کاوش کنیم. محتوای ذهن دیگران در بخش ارتباط به تفاوت‌های اساسی در نحوه درک دیگران توسط مغز می‌پردازیم. پس از اینکه دانستیم طراحی‌های متفاوت مغز چه تأثیر شگرفی بر فهم ما از جهان می‌گذارند، می‌بینیم دور از ذهن نیست که عصب‌شناسان اجتماعی به شواهد محکمی دال بر وجود همسان دوستی، یعنی تمایل به بودن با کسانی که مغزشان شبیه مغز ما کار می‌کند، در مغز دست یافته‌اند. در ادامه خواهیم دید دلیل این امر به احتمال زیاد این است که روش غریزی ما برای درک یکدیگر این است که دیگران را به شکل انعکاسی از خودمان در آینه ببینیم. البته اگر این تاکتیک را مورد کسی که مغزش مانند مغز شما کار نمی‌کند به کار ببرید، با مشکل مواجه خواهید شد. حالا که شما هم چیزهای زیادی در مورد طراحی مغزتان می‌دانید، می‌خواهیم به دنیای بیرون رفته و بفهمیم که مغز چگونه وظایف روزمره خود را به انجام می‌رساند. دنیای بیرونی را فراموش کنید، چون این کتاب جستجوی جذاب درباره فضای درونی است. شانتل پرات توانایی نادر و فوق‌العاده‌ای دارد تا نورون‌ها را به آواز خواندن و دندریت‌ها را به رقصیدن وادارد. او هوشمندانه‌ترین، واضح‌ترین و بامزه‌ترین کتابی را در مورد مغز نوشته است که من تا حالا خوانده‌ام. آدام گرنت، نویسنده یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز و مجری پادکست ورک لایف،
پرات می‌خواهد به خوانندگان کمک کند تا مغزشان را بهتر درک کنند. او این کار را به شکلی دوستانه و با لحنی دلنشین بیان می‌کند، به گونه‌ای که پیچیدگی‌های مغز ساده و قابل دسترسی به نظر می‌آیند. کتابی خواندنی، سرگرم کننده و قوی که آن را به همه افراد غیر متخصص که می‌خواهند از طرز کار مغز سر در بیاورند پیشنهاد می‌کنند. لایبرری جورنال. پانویس‌هایی که با لحنی صمیمی نوشته شده‌اند جنبه‌ای طنز به متن می‌بخشند و این برای خوانندگانی که می‌خواهند در مورد نحوه ساخت افکار، احساسات و الگوهای تصمیم‌گیری مغز بیشتر اطلاعات کسب کنند، اما از سختی موضوع واهمه دارند، بسیار مناسب خواهد بود. پرات به خوبی نشان می‌دهد که عملکرد مغز چگونه است. متنی قابل فهم و روان برای آشنا کردن خوانندگان عادی با علم اعصاب. پرات در نخستین کتاب خود به شکلی جذاب و خواندنی به طبیعت مغز انسان می‌پردازد. پانویس‌های بامزه و تحقیقات بروز در کنار لحن خودمانی او موضوع مورد مطالعه را لذت بخش و قابل فهم می‌کنند. این اثر سعی دارد علم را به زبان عامه بیان کند و این کار را به شکلی منحصر به فرد انجام می‌دهد. در هویت مغز شما، شانتل پرات کار تقریباً غیر ممکن نوشتن کتابی قوی، شخصی، از نظر فنی هوشمندانه و جذاب را ممکن می‌سازد. پرات رسالت سنگینی را در راستای اثبات این موضوع بر دوش خود گذاشته است که زیبایی و شگفتی خاصی در فهم تفاوت‌های ظریف مغز افراد مختلف وجود دارد. پرات به ما می‌آموزد که این تفاوت‌ها نه سبب ایجاد تفرقه، بلکه مایه شگفتی و قدردانی هستند. هوشمندانه، بامزه و سریع یک بار خواندن این کتاب به اندازه کسب یک مدرک دکترای علوم اعصاب مفید است. خواندن این کتاب برای هر عصب‌شناس تازه‌کار و هر کسی که می‌خواهد از نحوه عملکرد مغز آگاه شود ضروری است. همه ما انسان‌ها شبیه هم هستیم. در این حال فرد به فرد ما با هم تفاوت داریم. شانتل پرات در این کتاب شگفت‌انگیز، قابل فهم و البته خنده‌دار و آموزنده این دو حقیقت متناقض را در کنار هم قرار می‌دهد. با خواندن این کتاب شما نوع بشر و مغز خود را بهتر از قبل درک کرده و آن را تحسین خواهید کرد و در این مسیر لذت بسیاری خواهید برد. دانشمندان علوم اعصاب نحوه کار مغز همه را توضیح می‌دهند، اما این کتاب نحوه عملکرد مغز شما را توصیف می‌کند. شانتل پرات ماهرانه توضیح می‌دهد که چرا و چگونه مغزهای ما با هم فرق دارند و به طرز استادانه‌ای حقایق قابل فهم در مورد ژنتیک، محیط زیست و علم مغز را در هم می‌آمیزد تا توضیح دهد که چه چیز شما را منحصر به فرد می‌کند. این کتاب بسیار لذت بخش است و پاورقی‌های جذابی دارد. موضوع اصلی آن هم منحصر به فرد بودن هر انسان است و اینکه چقدر ما با بقیه انسان‌ها اشتراک و تفاوت داریم. از اهمیت محوری برخوردار است. خب، با توجه به اینکه خیلی از وقت ما نمونده، امیدوارم که از این کتاب زیبا، از این خلاصه کوتاهی که تونستم برای شما بخونم خوشتون اومده باشه و این کتاب رو تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. این کتاب بسیار جدید هستش و تازه وارد بازار نشر شده. حتما با من همراه باشید تا کتاب‌های جدید و تازه انتشار شده رو برای شما معرفی کنم و قسمتی رو به صورت خلاصه براتون بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.